سلام دوستان گرامی، وقتتون بخیر. پروژه ساخت قفس رو مشاهده میکنید در ارتفاع 50 سانت، عرض 80 و طول 2 متر. ما این قفس رو بنا به درخواست مشتری به 4 قسمت مساوی تقسیمش کردیم که با درایی که براش گذاشتیم، لولا و چفتی که گذاشتیم، کاملا همه ابعادش قابل استفاده. ما دور تا دورش رو توری زدیم، توری گالوانیزه با منگنه و کف تخته. بعد اینو چرخدارش کردیم که اگه فرد بخواد اینو تو آفتاب قرار بده، همه جاش آفتاب بخوره، به خاطر مسائل عفونت و تمیزی، برای نگهداری مور، خروس، پرنده یا هر چیز دیگه، مثلا کبوتر، بلدرچین یا چیزایی که مد نظرتونه دیگه، توتی. اینم که همون قفسه 50 در 80 در طول 2 متر که یک فضای بزرگی داره و 2 در طرفینه. این کار قابل سفارشه. بنده در خدمتتون هستم. موفق باشید.